قصه روز در بابت ناموس. اصل 16 کتاب وصیفه می‌آورد که یک زن بسیار زیبا بود، فرزندها داشت، عائله‌دار بود، اما در نبودن شوهرش یک مرد بدخواه می‌خواهد که دست زوری کند، تجاوز کند. وقتی که به نیت بد می‌آید، زن علاج می‌کند و گریخته بالای بام می‌براید، بلندی می‌برد و از آنجا ناربان را می‌گیرد. فرزندهایش در داخل خانه می‌مانند. مرد هرچند کوشش می‌کند براید نمی‌تواند، فرا می‌گوید، اما کودک‌هایش را یکتا در نزدش می‌کشد، به قتل می‌رساند. اما زن پایان نمی‌شود، ناموس خود را حفظ می‌کند. این قصه بسیار قصه طولانی است، دراز است، اما در بابت ناموس است. ناموس زنی تاجیک است. یک پارچه شعری هم داشت، بسیار مشهور است. درود خدا بر شما، السلام علیکم. برای چی این قصه را آوردیم؟ چون شنیده باشید در روسیه اگر چنین باشد، چون از حالت کار پره نمیدونیم که یک زن تاجیک یک مرد گرجستانی را به کار زد به خاطر ناموسش. اگر چنین باشد بسیار فخر میکنیم. و به شما نفرایی که در فدراسیون روسیه هستید، گپزنها و دیگر، انا میتوانید که زبار تشکیل کنید، میتوانید که برای او یک ادوکاتی خوب گیرید تا که اون ناموسش را حفظ کرد، شما باز او را حفظ کنید. چون ناموسی هر زن تاجیک ناموسی ما مردها است. اگر چنین باشد خوش به حالش و میتوانیم که کمکش بکنیم. به چی خاطر بود؟ شاید اگر گویند که چرا قتل چنین، اما همین قصه یاد آمد، قصه را خواستم برای شما بگم. ترجمه شدگی است با زبانی همین کریلی حاضره، چرا ترجمه شدگی است، میتوانید پیدا کنید بخوانید. خدا نگهبان شما. و بینیم در شبکه‌ها بسیار نفران نوار کردن، بسیار خوشحال شدیم، حتی مقامات ها از اینجا پهلو شدن. باید چنین شد. اگر چون میگفتیم زوری مشت از وحدت انگشت ها آید به دست، باید در هر صورت یک جا بشویم و خدا خود خوب میشه. و خدا نگهبان شما و السلام علیکم.